الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث هدونیک رسیدیم به قسمت مربوط به کرانیال کاویتی. خود کرانیال کاویتی گفتیم که یکی از بزرگترین کمپارتمنت های مربوط به ناحیه هد می باشد که از مهمترین محتویات و ساختمان هایی که در داخلش قرار داره عبارت است از برین یا مغز و پرده های مغزی هست و در اطراف مغز هم ساینوس های وریدی هست که در مابین پرده های مغزی قرار گرفته. پرده های مغزی یا مننج شامل 3 لایه هست که این لایه ها عبارت است از لایه دورامتر، لایه خارجی، لایه سبز رنگ به نام لایه آراکنوید و لایه‌ای که به رنگ سرخ نشان داده شده به نام لایه پیامتر می باشد. لایه دورامتر خودش متشکل از 2 لایه است. یک لایه خارجی یا بیرونی هستش که به نام پریوستال لیر یاد میشه که تقریبا همون پریوست استخوانی هست، یک لایه از نسج منظم که سطح استخوان را پوشانده، و لایه داخلی که به نام مننژیال لیر یاد میشه که داخلی تر قرار گرفته و در بعضی از ساحات 2 لایه پریوستال و مننژیال ما بینشان فاصله‌ای وجود داره که در فاصله بین لایه مننژیال و لایه پریوستال ساینوس های وریدی وجود داره که برای نمونه در این قسمت سوپریور ساجیتال ساینوس را نشان داده. معمولا ساینوس های وریدی مغز در مابین 2 لایه مننژیال و لایه پریوستال دورامتر قرار گرفته. لایه بعدی هم لایه آراکنوید هست که در تماس نزدیک با لایه دورامتر قرار داره و لایه پیامتر که کاملا به سطح مغز چسبیده و حتی به داخل سلکس ها و فیشرهای مربوط به مغز هم نفوذ میکنه. نکته دیگه‌ای که در این قسمت مهم هست است که مننژیال آرتری ها معمولا در داخل لایه پریوستال قرار گرفته. شریان های مننژیال میبینیم که کاملا در داخل لایه پریوستال هست و در داخل لایه مننژیال قرار نداره. امتداد همین لایه های مننج یا پرده های مننج میتونه که از طریق فرامین مگنوم خارج شه و در امتداد سحایا و یا پرده های مننج قرار بگیره که اطراف نخاع شوکی را پوشانده، اطراف نخاع شوکی را احاطه کرده. فقط نکته‌ای که وجود داره تمام لایه ها مثل لایه پیامتر، آراکنوئید در امتداد سحایای مربوط به پرده مغزی قرار میگیره و لایه دورامتر فقط قسمت مننژیال لیرش هست که از قسمت فرامین مگنوم عبور میکنن و در امتداد مننژی هست یا دورامتری هست که در ناحیه نخاع شوکی قرار داره قرار میگیره. خب خود لایه دورامتر در داخل کرانیال کاویتی یک مقدار منعطف میشه، متبارز میشه که به نام دورال پارتیشن یاد میشه که این دورال پارتیشن ها در واقع لایه های از دورامتر هست که در مابین قسمت های مختلف مغز قرار میگیره و حرکات برین یا مغز را در داخل کرانیال کاویتی کنترل میکنه. دورال پارتیشن ها عبارت است از یک فالکس سربری، تنتریوم سربلی، فالکس سربلی و دیافراگما سلا. فالکس سربری یک یا داس مغزی، یک ساختمان پرده مانند عمودی هست که در آنتریور از کریستا گالی و فرونتال کرست شروع میشه تا پوستریور قسمت اینترنال اکسیپیتال پروتوبرنس ادامه داره. کناره سوپریورش به استخوان اسکال متصل است و کناره اینفریور به شکل آزاد است. تنتریوم سربلی یک پرده افقی است که از کناره های ترانسورس سلکس شروع میشه و به شکل آنتریور امتداد دارد تا به پتروس ارتکاز پیدا میکنه و در مابینشان هم معمولا یک فضای خالی وجود دارد که به نام تنتوریال ناچ یاد میکنن. تنتریوم سربلی مابین دماغ اکبر در بالاش قرار میگیره و سربلوم در تحت این پرده قرار میگیره. فالکس سربلی یک پرده عمودی هست
که در مابین دو نیمکره سربلوم یا دماغ اصغر موقعیت داره و آخرین قسمت دیافراگما سلا هست که روی هایپوفیز یا الفوسا را پوشانده و در قسمت مابینش یک منفذی وجود داره که از این قسمت اینفندیبولوم غده هایپوفیز عبور میکنه. نکته مهمی که وجود داره در این قسمت خونرسانی و تعصیب پرده های مننژ هست. خونرسانی پرده مننژ توسط شریان های انجام میشه که این شریان ها به نام مننژیال آرتری یاد میشه که در هر قسمت از کرانیال فوسا با نام همون ساحه است. مثلا در آنتریور کرانیال فوسا، میدل و در پوستریور کرانیال فوسا این شریان های مننژیال منشأ میگیره و مننژ را در همون قسمت خونرسانی میکنه. آنتریور مننژیال آرتری شاخه های شریانی هستند که معمولا از اتمویدال آرتری منشأ میگیره و خود اتمویدال آرتری را هم بعداً خواهیم خواند که شاخه های از افتالمیک آرتری هست. یعنی شریان افتالمیک وقتی که وارد کاسه چشم میشه یک شاخه‌ای رو میده به نام اتمویدال آرتری که از اتمویدال آرتری شعباتی منشعب میشه، وارد آنتریور کرانیال فوسا میشه و مننژ را خونرسانی میکنه. شریان بعدی میدل مننژیال آرتری هست که از مگزیلاری آرتری منشعب شده، از طریق فورامین اسپاینوزوم داخل کاسه سر میشه، بلافاصله به دو شاخه آنتریور و پوستریور تقسیم میشه که مننژ را در این ساحات خونرسانی میکنه. شاخه آنتریور معمولا در مجاورت عمقی تریون قرار گرفته که قبلا گفتیم آسیب به ناحیه تریون میتونه منجر به پاره شدن شریان مننژیال میدل شود. و پوستریور مننژیال آرتری که وظیفه خونرسانی مننژ را در پوستریور کرانیال فوسا بر عهده داره. پوستریور مننژیال آرتری ها از ساحات مختلفی منشعب میشه. ممکن است که پوستریور مننژیال آرتری شاخه‌ای باشه از ورتبرال آرتری. معمولا شاخه هایی که از ورتبرال آرتری منشعب میشه از طریق فورامین مگنوم داخل پوستریور کرانیال فوسا میشه و در خونرسانی مننژ شرکت میکنه. در بعضی از موارد پوستریور مننژیال آرتری شاخه‌ای هستند از اوکسیپیتال آرتری که شاخه هایی که از اوکسیپیتال آرتری منشعب میشه از طریق ماستوید فورامین و یا از طریق جوگولار فورامین میتونه که داخل پوستریور کرانیال فوسا شه و همچنین ممکن است که پوستریور مننژیال آرتری شاخه های از اسندینگ فارنژیال آرتری باشه که شاخه های از اکسترنال کاروتید هست، میتونه از طریق هایپوگلوسال کانال و یا از طریق جوگولار فورامین داخل پوستریور کرانیال فوسا شود و در خونرسانی پرده های مننژ میتونه که اشتراک داشته باشه. در این سلاید در مورد اینرویشن یا تعصیب پرده های مننژ بر ما توضیح داده که در این قسمت ما میتونیم بگیم که تعصیب پرده های مننژ بیشتر توسط عصب ترایجمینال هست. ترایجمینال نرو که شامل 3 شاخه افتالمیک، مگزیلری و مندیبولار هست بیشترین سهم را در تعصیب پرده های مننژ داره. میبینید در قسمت پوستریور و آنتریور کرانیال فوسا بیشتر تعصیب مننژ توسط شاخه های افتالمیک است. در قسمت میدل کرانیال فوسا بخش های میدیال مننژ توسط شاخه مگزیلاری عصب ترایجمینال و قسمت های لترال توسط شاخه مندیبولار عصب ترایجمینال تعصیب میشه. اما در قسمت پوستریور کرانیال فوسا اعصاب واگوس هم میتونن در تعصیب پرده های مننژ شرکت کنن. شاخه های از عصب واگوس میتونه که در تعصیب پرده های مننژ شرکت کنه و همچنین شاخه های از عصب C1، C2 و گاهی شاخه های از سومین عصب ناحیه سرویکال میتونه که در تعصیب مننژ در قسمت های پوستریور کرانیال فوسا شرکت کنه که معمولا شاخه های سرویکال یعنی شاخه هایی که از اعصاب نخاعی ناحیه سرویکال منشأ میگیره از طریق فورامین مگنوم،
از طریق هایپوگلوسال کانال و یا از طریق جوگولار فورامن میتونه وارد پوستریور کرانیال فوسا شود و مننج را تعصیب بکنه. و همچنین گاهی اوقات حتی امکان داره که اعصاب جوره 9 و اعصاب جوره 12 مغزی، یعنی اعصاب گلوسوفارنژیال و هایپوگلوسال هم در قسمت پوستریور کرانیال فوسا در تعصیب پرده های مننج رول داشته باشه. خب در این سلاید هم میتونیم ببینیم که ساحاتی را که در مابین پرده های مننج وجود داره. ما گفتیم که 3 پرده وجود داره: پرده دورامتر، آراکنوئید و پیامتر. و فضاهایی که در مابین پرده های مننج هست به نام دورال اسپیس است. یکی فضایی است که مابین پیامتر و آراکنوئید قرار داره، این ساحه سبز رنگ که این فضا را برش میگیم به نام فضای ساب آراکنوئید که حاوی مایع CSF است. فضایی که مابین پرده دورامتر و آراکنوئید قرار داره، این لایه سفید رنگ نازک، این فضا را برش میگیم به نام فضای ساب دورال هست که عملا یک فضای بالقوه هست، به خاطری که لایه دورامتر و آراکنوئید تقریبا به طور کامل روی همدیگه قرار گرفته. و لایه آخر یا فضای آخر فضایی هستش که مابین استخوان‌های اسکال و پرده لایه دورامتر پرده مننج قرار داره که این فضا فضای اکسترا دورال یا فضای اپیدورال هست که این فضا هم تقریبا یک فضای بالقوه هست، یعنی عملا دورامتر و استخوان اسکال به همدیگه چسبیده و مابینشان فاصله وجود ندارن. فضای اکسترادورال و فضای سابدورال فقط در صورتی که هماتوم یا خونریزی اتفاق بیفته میتونه که تبدیل شه به یک فضای واقعی. و در این قسمت نکته‌ای که مهم هست فضای ساباراکنوئید هست که به خاطری که این فضا حاوی مایع CSF هست و این مایع CSFی که در بطنهای مغزی تولید شده و بعد وارد فضای اطراف مغز و نخاع شوکی شده در فضای ساباراکنوئید، در قسمت‌های سوپریور مغز از طریق یک برآمدگی‌های خردی به نام آراکنوئید گرانول تخلیه میشه به داخل سوپریور ساجیتال ساینوس، یعنی ساینوس وریدی سوپریور تخلیه خواهد شد که معمولا مایع CSF از طریق آراکنوئید گرانول ها تخلیه خواهد شد به داخل ای ساینوس های وریدی. یک نکته کلینیکی مهمی که وجود داره عبارت است از هایدروسفالوس. هایدروسفالوس به معنای دایلیت شدن یا متسع شدن سربرال ونتریکل ها یا بطن های مغزی است. یعنی در قسمت هایدروسفالوس اتفاقی میفته است که بطن های مغزی به سبب مقدار زیاد مایع CSF حجیم میشه، دایلیت میشه، بزرگ میشه. علت هایدروسفالوس ممکن است که عوامل مختلفی باعث هایدروسفالوس شود، از جمله انسداد در مسیر جریان مایع CSF است. گاهی اوقات ممکن است که یک بندش به وجود بیاید و باعث شود که مایع CSF به شکل نرمال از بطنهای مغزی تخلیه نشود و سبب احتباس مایع CSF در بطنهای مغزی شود. ممکن است که هایدروسفالوس به خاطر هایپر یا اوور پروداکشن CSF باشه، یعنی که مایع CSF بیش از حد در داخل بطنهای مغزی یا در داخل شبکه‌های کروئید تولید شود. و عامل سوم ممکن است که به خاطر اختلال در بازجذب مایع CSF باشه که معمولا در افراد بالغ هایدروسفالوس به خاطر اختلال در بازجذب مایع CSF هستش که معمولا به دنبال ساباراکنوئید هموریج ایجاد میشه. یعنی زمانی که خون در این تصویر ببینین خون وارد فضای ساباراکنوئید میشه، باعث میشه که تخلیه خون از طریق آراکنوئید گرانول ها دچار مشکل و سبب تجمع مایع CSF و هایدروسفالوس شود که این اختلال بیشتر در افراد بالغ میتونه که اتفاق بیفته.
اما عوامل دیگری هم میتونه باعث ایجاد هایدروسفالوس شه، مثل اختلالات کانژنیتال یا مادرزادی که در این اختلالات ممکن است که مجرای سلویوس یا قنات مغزی به شکل مادرزادی دچار بندش باشه و یا انواع مختلفی از تومورها و همچنین تومورهای ناحیه کروید پلکسوس هم از جمله عواملی هستند که میتونن باعث ایجاد هایدروسفالوس شن. نکته کلینیکی بعدی عبارت است از مننژیتیس یا التهاب پرده های مننژ هستش که معمولاً در ارتباط با لایه آراکنوئید و لایه پیامتر می باشه. معمولاً لایه آراکنوئید و پیامتر دچار التهاب یا اینفکشن میشه که این دو لایه معمولاً به نام لپتومننژ یا مننژ نرم هم یاد میشه. این اینفکشن میتونه در اثر عوامل خونی اتفاق بیفته. ممکن است که در اثر تروما یا ضربه مستقیم به وجود بیاید. ممکن است که اینفکشن از ناحیه نازل کویتی، از کریبریفورم پلیت ناحیه نازل کویتی انتقال پیدا کنه به داخل کرانیال کویتی و در موارد خاصی هم ممکن است که اینفلامیشن یا ممکن است که ناشی از التهاب باکتریال باشه، یعنی که یک باکتری ممکن است که باعث ایجاد التهاب و اینفکشن در پرده های مننژ شود. و نکته دیگه که مهم هست ایکیموز هستش. ایکیموز معمولاً شایع ترین ویژگی مننگوکوکال مننژیتیس هستش. مننژیتیس مننگوکوکال معمولاً شایع ترین فیچر یا ویژگیش ایکیموز هستش. خود ایکیموز به معنای تجمع یا به اصطلاح خونریزی های تحت جلدی هست که معمولاً خونریزی تحت جلدی درش اتفاق میفته و از علائم دیگه‌ای که ممکن است در به اصطلاح مننژیتیس مشاهده شود ممکن است که سردرد باشه، تب باشه، خواب آلودگی و حالت تهوع هم ممکن است که اتفاق بیفته. در موارد شدید معمولاً فوتوفوبیا اتفاق میفته، یعنی که فرد نمیتونه که نور را تحمل بکنه و حتی ممکن است که ایکیموز را هم به دنبال داشته باشه. افرادی که نمیتونن پایشان را به شکل مستقیم بالا بکنن، یعنی زمانی که لگ یا پا را ازش میخواییم که پا را به شکل مستقیم به طرف بالا حرکت بده، در این افرادی وقتی که ایجاد پین یا ناراحتی در ناحیه گردن بکنن و این حالت به نام کرینگ ساین یاد میشه که بسیار اورژانسی هست و در این موارد حتما باید فرد فوراً انتقال پیدا بکنه، به شفاخانه انتقال پیدا بکنه. خب در این تصویر هم هماتوما را بر ما نشان داده. دو نوع هماتوما را نشان داده. یکی عبارت است از هماتومای اکسترادورال هست و هماتومای سابدورال هست. در نوع اکسترادورال گفتیم که تجمع خون مابین دورامتر و استخوان‌های ناحیه کرانیال هست و نکته مهم است که اکسترادورال هماتوما معمولاً در اثر خونریزی‌های شریانی اتفاق میفته، مثل شریان‌های مننژیال، و سابدورال هماتوما به خاطر خونریزی‌های وریدی اتفاق میفته. یعنی سابدورال هماتوما به خاطر خون وریدی است که می‌بینید وریدها وقتی که تخلیه میشه به داخل ساجیتال ساینوس، به داخل ساینوس‌های وریدی، ممکنه دچار اختلال شود، خون ازشان خارج شد و باعث ایجاد سابدورال هماتوما بشن. و در این قسمت هم میبینین که پارگی آنوریسم شریانی رو نشان میده که رکی که دچار آنوریسم شده پارگی درش به وجود آمده، یعنی توسع رگی که در قسمت این توسع رگ یک پارگی به وجود آمده و باعث شده که خون وارد فضای ساباراکنوئید شد
و گفتیم که وقتی خون وارد فضای سوبراکنوئید شود ممکن است که تخلیه CSF را دچار مشکل بسازه و باعث هایدروسفالوس بشه. خب در این قسمت در مورد انکشاف مغز یک مقدار توضیح میدیم. از نظر امبریولوژیکی این مغز را نشان میده یا برین را نشان میده در دوران امبریولوژیکی و این هم یک برین بالغ هست. در دوران امبریونیک مغز به 3 بخش تقسیم میشه: مغز قدامی، مغز متوسط و مغز خلفی، یا اصطلاحاً میتونیم بگیم به نام پروزنسفالون، مزنسفالون و رومبانسفالون. خود پروزنسفالون به 2 حصه یا به 2 بخش تقسیم میشه. یکی قسمت‌های سبز رنگ به نام تلنسفالون و قسمت‌های نارنجی رنگ به نام دینسفالون. قسمت مزنسفالون معمولا تقسیمات انجام نمیده و رومبانسفالون هم به 2 بخش تقسیم میشه: بخش‌های زرد رنگ به نام متانسفالون و بخش‌های سرخ رنگ به نام میلانسفالون است. تلانسفالون معمولا انکشاف پیدا میکنه، بزرگ میشه و سربرال همیسفر یا نیمکره های مغزی رو میسازه، در حالی که دینسفالون معمولا انکشافش کمتر است، در مابین نیمکره های مغزی باقی میمانه و به نام مغز واسطه یا دینسفالون یاد میشه که در جدارش ساختمان های مثل تالاموس، هایپوتالاموس، سابتالاموس قرار داره. قسمت مزنسفالون گفتیم تقسیمات نمیکنه، باریک باقی میمانه و میدبرین یا مغز متوسط رو میسازه. متانسفالون تشکیل دهنده پونز و سربلوم هست، دماغ اصغر. میلانسفالون هم که میدولا اوبلانگاتا یا بسل النخاع را میسازه. و نکته دیگری است که زمانی که قسمت‌های مختلف مغز انکشاف پیدا میکنه، بزرگ میشه، جوف داخلشان هم بزرگ میشه که این فضا را به نام ونتریکل یاد میکنیم، شامل رایت و لفت ونتریکل که در ضخامت نیمکره های مغزی است، ترد ونتریکل که در مابین دینسفالون هست و فورس ونتریکل که در ضخامت رومبانسفالون یعنی مابین پونز، سربلوم و میدولا قرار گرفته و رابطه بین بطن سوم و چهارم هم قنات مغزی هست. در این تصویر بطن‌های مغزی رو خوب نشان داده. لترال ونتریکل ها، ترد ونتریکل و فورس ونتریکل هست. این تصویر نیمکره های مغزی هست، قسمت مربوط به سربلوم یا دماغ اصغر. این قسمت هم ناحیه مربوط به دینسفالون که شامل تالاموس و هایپوتالاموس، قسمت مربوط به میدبرین، پونز و سربلوم. اما در مورد خونرسانی مغز، در مورد خونرسانی مغز 2 شریان اصلی شرکت داره. یکی شریان کاروتید هست که بیشترین سهم را در خونرسانی مغز داره و دیگری ورتبرال آرتری است. شریان کامون کاروتید در قسمت‌های در حد سوپریور غضروف تایروئید به 2 شاخه اینترنال و اکسترنال تقسیم میشه که شاخه اینترنال وارد کاسه سر میشه و شعبات مختلفی را میده، از جمله هایپوفیزیال برانچ برای غده هایپوفیز، افتالمیک برانچ برای کاسه چشم و برای خود چشم، posterior communicating، anterior communicating، middle cerebral artery و anterior cerebral artery که برای خونرسانی مغز می باشه. اما ورتبرال آرتری ها شاخه هایی که ازشان منشأ میشه است که خود ورتبرال آرتری ها بعد از اینکه از فورامین مگنوم عبور میکنه با هم یک جای میشه و بازیلر آرتری رو میسازه. لذا شعبات رو 2 گروه میکنیم: شاخه هایی که از ورتبرال آرتری منشأ میشه که شامل اسپاینال آرتری و posterior inferior cerebellar آرتری هست و شاخه هایی که از قسمت بازیلار منشأ میشه به نام anterior inferior cerebellar، شاخه های لابیرنتین، پونتین، superior cerebellar و posterior cerebral است. در این تصویر میبینیم اینترنال کاروتید را که داخل کاسه سر شده، شاخه anterior cerebral، middle cerebral،
کامونیکیتینگ آنتریور و پوستریور رو میده و این شریان های ورتبراله که از سابکلاویان منشعب میشه. بعد از عبور از فرامین مگنوم با هم دیگه یک جای و بازیلار آرتری را میسازه که مهمترین شاخه‌ای که ازش منشعب شد گفتیم برای خونرسانی دماغ اکبر پوستریور سربرال هست. معمولا شاخه‌های آنتریور سربرال، میدل سربرال، پوستریور سربرال همراه با شاخه‌های کامونیکیتینگ حلقه ویلیس یا ویلیس سرکل را تشکیل میده که در خونرسانی بخش‌های مختلف مغز شرکت داره. در این تصویر هم میتونیم که ویلیس سرکل را به خوبی مشاهده کنیم که قسمت‌های مختلف مغز را خونرسانی میکنه. اما نکته بعدی وجود ساینوس‌های وریدی هست. معمولا خون وریدی قسمت‌های مختلف مغز تخلیه میشه به یک وریدهای کلانی که در اطراف مغز و در مابین دو لایه دورامتر قرار گرفته که اینها را برش میگیم به نام ونوس ساینوس ها یا ساینوس های وریدی. ساینوس های وریدی عبارت است از یک سوپریور ساجیتال ساینوس که در حد سوپریور یا در کناره سوپریور پرسربری هست. اینفریور ساجیتال ساینوس در کناره اینفریور پرسربری هست. قسمت بعدی عبارت است از استریت ساینوس که معمولا اینفریور ساجیتال ساینوس و یک وریدهایی هم که از مغز میآید به نام گریت سربرال وین با هم یک جای میشه و به داخل استریت ساینوس تخلیه خواهد شد. و در این تصویر هم میتونیم ببینیم استریت ساینوس را به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. استریت ساینوس معمولا تخلیه میشه در پوستریور به داخل لفت ترانسورس ساینوس. یک ساینوس هایی است که به طرف جانبی یا عرضی سیر میکنه و سوپریور ساجیتال ساینوس معمولا به داخل رایت ترانسورس ساینوس تخلیه میشه که ترانسورس ساینوس ها در این قسمت انتهایی تخلیه میشه به داخل سیگموید ساینوس که سیگموید ساینوس هم از جوگولار فرامن وقتی که خارج میشه به نام اینترنال جوگولار وین یاد میشه. ساینوس بعدی عبارت است از کاورنوس ساینوس هست که خیلی هم مهم باشه و در جوانب بادی اسفنوئید قرار گرفته و وریدهای مربوط به اسفنوپریتال ساینوس ها و خون وریدی قسمت های آنتریور مغز و وریدهای افتالمیک از کاسه چشم میآید به داخل کاورنوس ساینوس تخلیه میشه. کاورنوس ساینوس در قسمت پوستریور توسط سوپریور و اینفریور پتروزال ساینوس تخلیه میشه. سوپریور پتروزال ساینوس که در حد سوپریور پتروس قرار داره و در نهایت تخلیه میشه به داخل ترانسورس ساینوس. اینفریور پتروزال ساینوس که در قسمت اینفریور پتروس قرار داره و در نهایت تخلیه میشه به داخل اینترنال جوگولار وین تخلیه میشه. در این قسمت هم میتونیم که کاورنوس ساینوس را ببینیم. اهمیت کاورنوس ساینوس است که از مابین کاورنوس ساینوس ساختمان‌های مختلفی عبور میکنه، از جمله عبارت است از اینترنال کاروتید آرتری، شریان کاروتید داخلی، و دقیقا در مجاورت با اینترنال کاروتید آرتری عصب جوره ششم یا ابدوسنت قرار دارد و در جداره‌های جانبی کاورنوس ساینوس اعصاب مختلفی عبور میکنن مثل عصب اوکولوموتور، عصب تروکلئار و شاخه‌های افتالمیک و ماکسیلاری از عصب تراژمینال. و از خاطری که خود ای کاورنوس ساینوس میتونه خون وریدی را از داخل کاسه چشم توسط افتالمیک وین دریافت بکنه، همچنین میتونه که خون وریدی را از ناحیه تریگوید پلکسوس از بیرون کاسه سر دریافت بکنه، ممکن است که التهاب به داخل کاورنوس ساینوس انتقال پیدا بکنه و این التهاب یا این انفکشن میتونه که باعث اختلال در ساختمان هایی شود که از مابین کاورنوس ساینوس عبور میکنه. نکته کلینیکی که در این اسلاید میخوایم براتون توضیح بدیم عبارت است از اینترا سربرال آنوریسم هست. اینترا سربرال آنوریسم معمولا در شریان هایی که
در حلقه ویلیس و یا در اطراف حلقه ویلیس وجود داره به وجود می آید. مثل کدام قسمت ها؟ ممکن است که آنوریسم در anterior communicating artery به وجود بیاید. در posterior communicating artery ممکن است که در شاخه های مربوط به middle cerebral artery، در نهایت دیستال basilar artery و در قسمت posterior inferior cerebellar artery هم ممکن است که به وجود بیاید. افرادی که دچار intracerebellar aneurysm هستند معمولاً علائم مختلفی را دارند. یکی از علائمشان عبارت است از thunderclap، هدیک هست یا سردردهای صاعقه مانند تیز درشان به وجود می آید. بعد سفتی در ناحیه گردن هستش یا نیک استیفنس هست. حالت تبوع ممکن است که درشان به وجود بیاید و در بعضی از موارد ممکن است که حتی منجر به مرگ شود. خب تا همین قسمت این جلسه را ختم میکنیم. انشاءالله ما بقیه مباحث مربوط به هد را در جلسات بعدی در خدمت شما خواهیم بود.